الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، برادر سوال نمودند که برای مسلمان چند عید وجود دارد؟ شماره عید مسلمان ها را بیان بکنید. بارک الله فیکم. از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت شده است که این حدیث صحیح است که در صحیح سنن ابو داود روایت شده است به رقم 1134 که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، البته میگن که قال قدم رسول الله صلی الله علیه و سلم المدینه. انس ابن مالک میگن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به مدینه آمدند. ولهم یومان یلعبون فیهما. اهل مدینه 2 روز داشتند که در همین 2 روز بازی میکردند و خرسندی میکردند. فقال، رسول الله گفتند: ما هذان اليومان، ای اهل مدینه، این 2 روزی که شما در این بازی میکنید و خرسندی میکنید، این چگونه روز است؟ چی روز است؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلیه. اهل مدینه به رسول الله گفتند که ما در همین 2 روز در زمانی که جاهلیت بود، پیش از اسلام قبول کردنمون، در همین 2 روز بازی میکردیم و خرسندی میکردیم و بعد از اسلام آوردن هم همین روز رو بازی میکنیم و خرسندی میکنیم. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم به آنها گفتند: ان الله قد ابدلكم بهما خيرا منهما. البته الله سبحانه و تعالی به عوض این 2 روزی بهترین را عوض کرده است. به عوض این 2 روزی که شما عید میکنید، دیگر 2 روزی بهترین را برای شما عید اختیار کرده است. یوم الاضحى و یوم الفطر. روز اضحا، روز قربانی، و روز فطر، روز دهانگشایی. یعنی عید فطر و عید اضحا. پس این دلالت میکند که مسلمان ها 2 عید دارند که در همون 2 عید عملهای مخصوص میکنند و عموم خرسندی میکنند و خرسندی این اصل شریعت ما است. اصل شریعت ما غمگینی را حرام کرده است. غمگین شدن، گشتن، در حالت گریه گشتن و عزاداری را حرام کرده است. اما در این 2 روز مسلمان باید همیشه خرسند باشد، اما در این 2 روز همدیگر را تبریک کردن، تقبل الله منا و منکم، عید شما را الله مبارک کند گفتن، و بعد از این به همدیگر هدیه دادن، خرسند کردن، این بهترین عمل است. و این 2 روز 2 عید مسلمان ها است. اما آیا روز جمعه عید است یا نیست؟ البته به نص حدیث صحیح که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمده است، روز جمعه عید است که هر هفته می آید، چخیلی که در حدیث صحیح آمده است. یوم روز جمعه این عید است. اما روز جمعه مثل عید فطر و عید اضحا جشن گرفته می شود؟ نه، عید است از جانب اینکه مسلمان ها در حقیقت خرسند می شوند. این روز بهترین روز است. خیر یوم طلعت علیه الشمس، چخیلی که پیامبر صلی الله علیه و میگن خیر یوم، بهترین روزی که بر وی آفتاب میبارد. در همین روز جمعه خلق آدم خلق شده است. و فیها ادخل الجنه، و در همین روز به جنت داخل کرده شده است و در همین روز از جنت بیرون شده اند و در همین روز قیامت قائم می شود. این بهترین روز است، حج المساکین است. اما در این روز هم دیگر رو تبریک کردن، در روز جمعه به شما مبارک گفتن، رساله ها فرستادن، امروز این خیل خط ها نوشتن و گسیل کردن، این بدعت است. چرا که صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در زمان رسول الله هم دیگر رو اینچنین تبریک نمی کردند، بلکه تقبل الله منا و منکم. این در روز عید است و در روز جمعه مگر گوید باکی ندارد. بارک الله فیکم. پس این دلالت میکرد که ما 2 عید داریم و روز جمعه رو همچون عیدی که عید فطر یا که عید اضحا هست این چنین جشن نمیگیریم، بلکه از نظر آمدنش عید است. و البته کلمه عید رو باید دانید که معنای عید چیست. کلمه عید از عاد یعود عیدا گرفته شده است. ریشه عاد یعود عیدا یعنی یک چیزی گشته و برگشته آمدن. چه که رسول الله در حدیثی گفتند که لا تجعلوا قبری عیدا، قبری مرا عید نگیرید، یعنی به قبر من گشته و برگشته آمده زیارت نکنید. معنایش همین است که عید یک روز است که گشته و برگشته می آید، یعنی هر سال یک بار می آید، برای همین این رو عید گفته می شود. پس بارک الله فیکم. این بود مختصری جواب شما.